قیمه با قین نیست. شبی دختری گفت با مادرش زمانی که میخفت در بسترش که ای مادر مهربان ادیب، نویسنده نکته‌دان عجیب، به وقت نوشتن بدون خلاف بگو قیمه با قین بود یا که قاف. بخندید مادر از گفتار او، خوشش آمد از حرف و اطوار او. پس از خنده فرمود ای نور عین، بدان قیمه نه قاف باشد نه قین. ز قاف و ز قین قیمه ناخورده کس، فقط روغن و گوشت بایست و بس. همان قین و قاف از خیالات توست، ننه قیمه از گوشت گردد درست. من این شعر شیرین همچون عسل، نوشتم به عنوان ضرب المثل. غرض کار ملت در این دارگیر، نگردد درست از وکیل و وزیر. وطن نه منظم شود از فلان، نه هم گردد آباد از بهمدان. کی از حرف آزاد گردد وطن، کی از هیچ آباد گردد وطن. برای وطن هم قشون لازم است، قشون جلادت نمون لازم است. قشون مملکت را منظم کند، قشون راحتی را فراهم کند. شهنشه مظفر شود از قشون، ممالک مسخر شود از قشون. برای قشون سیم و زر لازم است، فشنگ و تفنگ و کمر لازم است. چه خوش گفت فردوسی نامور، به شاهنامه از گفته زال زر. به زر میتوان لشکر آراستن، وز وعده دشمنان کاستن.